فدراتسیا فوتبال کشور یکی از پرکارترین و فعالترین فدراسی‌های تاجیکستان محسوب می‌شود و ما هم اینجا آمدیم تا از بخشی از فعالیت‌های این فدراسیا رونمایی کنیم. اداره و بخش‌ها در فدراسیای فوتبال زیادند و ما نخست به اداره‌ای که با دسته‌های منتخب سر و کار دارند رفتیم که بسیار رنگارنگ بود. پر از پرچم و نشانی دسته‌هایی که منتخب کشورمان با آنها بازی کردند. فقط همین اداره در سال 2019 با 116 بازی بین‌المللی سر و کار گرفته است. از جمله نورسان تا 15 ساله 12 بازی، نورسان 16 ساله 23 بازی، 17 ساله ها 17 بازی و منتخب 19 ساله ها 9 بازی و منتخب تا 23 ساله های کشور 13 بازی بین‌المللی انجام دادند. دسته ملی کشورمان نیز در سال سپری شونده 11 بازی با دسته‌های خارجی انجام داده میدان‌های کشور را پر از مخلصان فوتبال کرده بود. در کنار مردان تاجیک پس از تشکیل شدن لیگ فوتبال بانوان، منتخب بانوان کشور نیز در رده‌های گوناگون سن و سالی 14 بازی بین‌المللی انجام دادند. تحت اداره دپارتمنت منتخب‌های فدراسیای فوتبال کشور همچنین در رشته فوتزال نیز 17 بازی با دسته‌های کشورهای خارجی انجام شده است. در مجموع در سال سپری شونده فوتبال بازان کشور در عرصه بین المللی نسبت به سال 2018 25 بازی بیشتر انجام دادند و در همین چارچوب منتخب تا 17 ساله ها به چمپیونات جهان راه یافته بود. همچنین فدراسیای فوتبال تاجیکستان امکان بازی‌های منتخب افغانستان در مرحله انتخابی چمپیونات جهان را در ورزشگاه مرکزی فراهم آورده، قهرمان فعلی آسیا منتخب قطر نیز به دوشنبه آمد. رئیس فدراسیای فوتبال افغانستان که مرد فوتبال این کشور نامیده شده است، در این خصوص چنین عقیده داشت. اول زار سپاس کنیم از دولت تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نه تنها امروز در خدمت فوتبال افغانستان بوده، در گذشته ها هم خدمت برای فوتبال افغانستان کرده. فوتبال تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دولت تاجیکستان تمام زمینه ها را مساعد می سازه برای فوتبال، برای پیشرفت فوتبال افغانستان. اما قسمی که یک روابط بسیار حسنه و نیک و دولت افغانستان و دولت تاجیکستان داره، یک روابط بسیار نیک فدراسیون فوتبال و فدراسیون فوتبال افغانستان با تاجیکستان داره. پرزیدنت فدراسیای فوتبال محترم رستم امامعلی از زمان آغاز فعالیت خود توجه خاص به رشد فوتبال میان کودکان و نورسان داشته، لیگ کودکان و نورسان را تشکیل و پس از گذشت چند سال به دستاوردهای نظررس نائل شدند که زینه نایب قهرمان آسیا شدن نورسان ما بیانگر ثمرناک بودن این تلاش ها می باشد. امسال هم لیگ ملی کودکان و نورسان با برگزاری مسابقه فوتبال میان نورسان تا 13 ساله تا 14 ساله تا 15 ساله و تا 17 ساله ها در مرحله اولیه 745 بازی میان 228 دسته تشکیل کرده است که از میان آنها 39 دسته به مرحله نهایی راه یافتند. افزون بر این مسابقه لیگ کودکان و نورسان کشور چاره‌بینی‌های دیگری را نیز دایر کرده است. لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان لایحه فوتبال با نزد شما میآید برگزار می‌نماید که در این لیگ سال گذشته زیاده از 17,000 کودک نورس از سن 6 تا 12 ساله شرکت ورزیدند و این سال باشد در این لایحه زیاده از 18,600 نفر کودک شرکت ورزید و این چنین از جانب لیگ فوتبال کودکان و نورسان در یک جایگی با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و این چنین با وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان مسابقه جمهوری اوید با فوتبال برای دریافت مکافات کلوب توپ چرمین در 3 سن سال برگزار می‌نماید که در این مسابقه در هر یک سن سال زیاده از 126 نفر یعنی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شرکت می‌ورزند. اینچنین فستیوال گراس روتس که از جانب لیگ فوتبال کودکان و نوسان برگزار می‌نماید، در این فستیوال زیاده از 100 نفر کودک شرکت می‌ورزند و این چنین از جانب لیگ لایحه آینده است و وابسته است که برگزار می‌گردد و غالب این لایحه راخت به مرحله فینالی که سال گذشته در شهر سوچی برگزار گردید شرکت می‌ورزند. ضمناً در چارچوب مسابقه و چاره‌بینی‌های ذکر کرده مصاحبه ما به طور عمومی طبق آمار لیگ کودکان و نورسان در 1675 دسته 20942 کودک و نورس در سراسر کشور فرا گرفته شدند که تعداد زیادی کودکان نورسان دارای توانایی‌هایشان محدود نیز در قطار دیگر نورسان از آنها بهره‌مند شدند. بنابراین کنفدراسیای فوتبال آسیا لیگ کودکان و نورسان فدراسیای فوتبال کشورمان را بهترین در آسیا دانست.
اداره لیگ ملی فوتبال کشور نیز بسیار فعال بود، زیرا مهمترین رقابت‌های داخلی کشورمان را دایر می‌کند. از جمله بازی‌های لیگ عالی، لیگ یکم، جام تاجیکستان، سوپر جام تاجیکستان، جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان و جام لیگ فوتبال تاجیکستان در چارچوب لیگ ملی فوتبال کشور برگزار می‌شوند. در سال سپری شونده در دایره جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان 29 دسته در 92 بازی بین هم نیرو سنجیده پس از 2 مرحله صاحب جام را معین کردند. سپس بازی‌های لیگ عالی کشور آغاز گردیده 8 دسته برای عنوان قهرمانی تاجیکستان اید به فوتبال بین هم رقابت نمودند. در مجموع 84 بازی در این موسم برگزار شده. جایزه‌داران چمپیونات تاجیکستان نیز معین شدند که در کنار بزرگسالان دسته‌های جوانان لیگ عالی نیز همین تعداد بازی انجام دادند. در لیگ یکم تاجیکستان باشد 14 دسته قوا آزمایی نموده جمعاً تیم‌ها بین خود 182 بازی برگزار کردند. مسابقه جام تاجیکستان اید به فوتبال نیز آخر ماه گذشته به پایان رسیدند که در آن 28 دسته اشتراک نمود. رقابت نهایی زیر هوای سرد اما جالب و دیدنی سپری گردید. افزون بر این همه لیگ ملی فوتبال در برگزاری سمینارهای آموزشی و لیسنزیه کنانی دسته‌های کشور تلاش بی‌وقفه دارد و کارشناسان کنفدراسیای فوتبال آسیا و فدراسیای بین‌المللی فوتبال را جلب نموده است تا سطح و صفت عرصه فوتبال کشور را بهتر گرداند. این خود همه دستاوردها، همه پیشروی‌ها، همه آن نتیجه‌ای که ما امروز نایل گشتیم، خودی فوتبال تاجیک نایل گشته است. آن مسابقه‌های سطح جهانی که ما امروز خوشبختانه امکان داریم در وطن عزیز خود برگزار نماییم، خودی در سالی که سپری شده ایستاده است چندین مسابقه با نفوذ نیز در تاجیکستان عزیز ما برگزار گردید. این همه نشانه صلح و ثبات، نشانه آرامی، نشانه وحدت، نشانه پیشرفت تمام ساحه وطن عزیزمان و این همه البته با کوشش، زحمت، توجه دائمی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان می باشد که ما امروز در فضای آرام وحدت ملی امور بسر برده ایستادیم و ما امکان داریم که با ورزش مشغول باشیم، ترغیبگری طرز حیات سالم باشیم و عموما روز از روز، سال از سال شماره این مسابقه زیاد می شوند و البته فدراسیای فوتبال تاجیکستان با راهبری به واسطه پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی باز چنانی که من قید کردم نقشه‌های خیلی زیاد دارند برای پیشرفت فوتبال در تاجیکستان. اینجا ما تنها بخش‌هایی از فعالیت فدراسیای فوتبال را بیان نمودیم و ناگفته‌ها هنوز بسیارند. اما ناگفته همین واقعیت عیان است که از روز اول فعالیت پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی کار را از رشد فوتبال میان کودکان و نورسان آغاز کرده ته‌کرسی خوب ایجاد نمود تا آینده فوتبال کشور را درخشانتر از گذشته نماید. راه درست انتخاب شده بود و سال به سال فدراسیای فوتبال و عموما عرصه فوتبال کشور معاصرتر و مطابقتر به طلبات سازمان‌های آسیایی و جهانی می شود و توجه مسئولان فوتبال بین‌المللی را جلب کرده است. پیشروی‌های فوتبال میهن چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی باعث گشت رستم امام علی عضو کمیته اجرایی شورای المپی آسیا انتخاب شود و ماه اپریل سال جاری باشد در جلسه کنگره اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در آوازدهی پرزیدنت‌های فدراسیون کشورهای عضو به وظیفه پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی انتخاب گردد. در خود همین سال سه مسابقه بین‌المللی میان منتخب‌های 6 کشور عضو اساسیاسیون در تاجیکستان برگزار شده. نوارسان تاجیک در این مسابقات افتخار آفرینی‌های نیز داشتند. با فوتبال بازار سپاریده می شود و در همراهی با اونها ما نیز خوشحالی میکنیم، ما نیز خرسندی میکنیم. غلبه به هر یک تاجیکستانی مبارک باشه.